بابا جانم من یه کار بد کردم. کار بد شیشه همسایه رو مشکوک. چرا دروغ گفتی؟ ترسیدم. راستش میگفتی خیلی بهتر بود. میدونی برای دروغ کوچولو همش باید دروغ بگی. ببخشید. فردا با هم میریم در خونه همسایه ازشون معذرت خواهی میکنیم. خیلی عصبانی بود. باشی تو کار بدی کردی درسته؟ میریم بهش میگی من از شما معذرت میخوام، من کار اشتباهی کردم، منو ببخشید. اینطوری بهشون میگم میبخشه؟ چرا نبخشی؟ باش فردا بریم دم خونه همسایه من بهش میگم.